مرحبا یوسفووا کاتب حجت‌نگار شورای عالمان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف بر اثر بیماری کرونا ویروس در سن 42 سالگی درگذشت. فریدون هادیبایف یکی از همکاران محروم در تایید این خبر گفت یوسفووا چند روز در بیمارستان کسلی‌های سیرادیابی شهر خوجند با کرونا ویروس مبارزه برد ولی صبح امروز جان به حق تسلیم نمود. چند ساعت پیش به ما خبر دادند که مرحبا خان بندگی کردند. از شنیدن این خبر حیرت زده شدیم. روانشان شاد بود. بهترین همکاری ما بودند و در جاده حجت‌نگاری بی‌نظیر بودند، گفت منبع. یوسفووا مرحبا یوسفووا سال 1979 در شهر خوجند تولد شده است. بعد از ختم شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف فعالیت مهنتیش را در شعبه اسپیرانتورای همین دانشگاه آغاز نموده است. بعداً کاتب شورای عالمان دانشگاه شده و چندین سال در همین یک وظیفه برای رونق فعالیت دانشگاه تشکیل کارهای مأموری و حجت‌نگاری سهمی ارزنده گذاشته است. یوسفووا در کار حجت‌نگاری رونق زیاد داشت و اجرای این مسئولیت را در زمان 5 رکتور نظامی‌دین زاهدی، وهاب نبیف، غفور عثمانوف، انور مقصودی و جمشید جورزاده با مرام به اجرا رسانیده است. همکارانش از یوسفووا به عنوان یک حجت‌نگار پرمسئول یاد کرده در گذشته او را یک تلفات جبران ناپذیر برای دانشگاه ارزیابی می‌کنند.